آیا به طهارت آیت خواندن در منزلگاه یا خانه ها یا اینکه امر معروف کردن ممکن است یا نه؟ ممکن است برادر عزیز. اگر آدم طهارت نداشته باشد آیت های قرآن، فقط قرآن قپیده نمیتوانید، با زبانتان خوانده میتوانید، چه در منزلگاه باشد، چه در مثال قد راه باشد، چه در داخل ماشین باشید، چه برای کسی موعظه امر معروف هم به طهارت هم که کنید جایز است، درست است، گناهگار نمیشوید. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شخصانی که خواهش گذاشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند، برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته با سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل میکنند. و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است. با ماشین‌های مخصوص و راننده زن میباشد و از نام شبکه دکتر بختیار گپ زنید برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. آیا به طهارت آیت خواندن در منزلگاه یا خانه ها یا اینکه امر معروف کردن ممکن است یا نه؟ ممکن است برادر عزیز. اگر آدم طهارت نداشته باشد آیت های قرآن، فقط قرآن قپیده نمیتوانید، با زبانتان خوانده میتوانید، چه در منزلگاه باشد، چه در مثال قد راه باشد، چه در داخل ماشین باشید، چه برای کسی موعظه امر معروف هم به طهارت هم که کنید جایز است، درست است، گناهگار نمیشوید. لیکن همیشه پای به طهارت گشتن این خیلی افضل و بهتر است، نه به خاطر نماز. از همین خانه بیرون شدیم پای به طهارت باشیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، زن را در ورق طلاق کرده روان کنی قبول می شود یا نمی شود؟ مثلا یک کس مکتوب می نویسد که به نام زنش که من تو را 3 طلاق کردم یا تو را طلاق کردم، همین درست است یا درست نیست؟ اولا من طلاق ها را به همه شما گفته بودم که شما روانه فقط به مرکز کنید. ما مثال اطراف طلاق بحث و مناظره نمیکنیم و جواب اینها را برای شما گفتم نمیرسانم. بسیار که لازم باشد طلاق چه با مکتوب باشد، چه با طریق اینترنت باشد، چه با طریق تلفن باشد، چه با طریق یک کس تو برای خود رسول انتخاب میکنی، یک کس برای خود یک نماینده انتخاب میکنی، میگوی را برای زنی من بگو که 3 طلاق است، یا با کدام طریقی نباشد، اگر روان کردی همون عددی که میگیری همون عدد واقع میشود، نابسته از مکتوب، اینترنت، تلفن چیزی نباشد، طلاق واقع میشود. السلام علیکم ای دوست خدا اکای حاجی میرزا، ما برای شما 2 سوال داریم. دختر سرمه یا پودره یا دیگر نمودها را استفاده برد، آیا ممکن است؟ میگن که سرمه کشیدن گناهی سخت است. نه، گناه نیست. برای خواهرای ما و شما سرمه کشیدن، اسمه کشیدن، اینها جایز هستند. خدا رحمت کند یوسف قرضاوی را برای زنهای شوهردار میگوید اگر همه آن نمود داروهایی که امروز هست، چه از پودره و چه از لب سرخکنک و چه از تمام دیگرهایی که دارند استفاده برند تا که در نزد شوهرهاشان باز زیباتر نمایان شوند، جایز گفتند.
مقصد برای شوهرها. لیکن برای کوچه، برای مردهای بیگانه این البته حرام است. حتی خوشبویی را زدن برای زن که در قد کوچه مردهای بیگانه از بوی خوش من استفاده برند، اینم حرام است، اینم جایز نیست. برای شوهر درست است، پیش شوهرش هر چی میکند برای او درست است. هر نمود زیبایی را میخواهد استفاده برد. و سرمه را حتی برای مردها هم مالیدنش سنت است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در چشمهاش سرمه میمالیدند. این طبابتی است، این برای بهبودی چشم است. و این خالی در مکه شما روین، در مکه، در مدینه، حتی که در داخل چشمهاشون میمالند برای افزایش، برای که همین چشمها پرده نگیرد. ولی بسیاری چشمها پرده میگیرند. انمونا میگویند که همین برای پیشگیری پرده است، پرده نمیگیرد چشم. در مردم ما حاضر سرمه کنی همه میخندند، میگه سال چی فعل است گفته. در خارج همه مردها حتی فرزندکاشون در دستشون در چشمای میده میده هم بچکایی که دارن سرمه میمالند. این به خاطر شفا هست، این به خاطر هست که در توصیه های پیغمبر خدا وجود دارد. خب دویم سوال از قفای ملایی که زنش را سر داد بازگشته گرفته است، از قفای همین خیل ملا نماز خواندن درست است یا نه؟ التماس همین جمعه جواب گویید، شرط و ضرور است، خدا نگهبانتان باشد. بله درست است دادر عزیز. اگر همون ملایی که زن سر داده است باز گرفته است، خب یا سر داده است نگرفته است، هر رنگش که نباشد، از پسش نماز خوانین درست است. زیرا که انس ابن مالک یا عبدالله بچه حضرت عمر از پس حجاج ابن یوسف ثقفی نماز خواندند. این عقیده تحویه دا میگذارد. عقیده تحویه که خیلی کتاب مشهور از این نزد من هست، همون کتاب همین عقیده تحویه که روی عالم اینو میخواند، در تمام اونیورسیته های اسلامی روی دنیا این عقیده تحویه را میخواند. خدا رحمتش کند، باز پیرو مذهب امام ابو حنیفه است. تمام دنیا میخواند، تمام دنیا. در همین جا ذکر می شود که از پس حجاج فرزند یوسف ثقفی که ظالم بود فاسق بود. ببینین هم ظالم بود و هم فاسق بود، لیکن مسلمان بود. از پسش بچه حضرت عمر نماز خواندگی هست. و این خاطر اکو این ملا با یک زن سر دادن نه فاسق شده است نه ظالم شده است. یگان عیب داشت، یگان کمبود داشت، یگان چیزی بود، خیلی خودشان میدانن زندگیشان. سر داده و پس گرفته باشد یا نگرفته باشد، هم ملا باشد علم دارد، از پسش نمازتان خواندن گیرید، هیچ زلال زیان ندارد. اینجا در یک برادر من سوال کرده است، الحال این سوالی نو در دستمان دادن در کوچه. بسیار بچه خوب بوده است، بسیار بچه با فهم و لیکن به علم، بچه که خوب، بچه که ناز با آداب و علم ندارد. عجیب سوالی میدهد، علم نیست، میگد بابای داملا من میتوانم که مذهب امام ابو حنیفه را ترک کنم، امام شافعی را قبول کنم. و برای تو بهترش همین مذهب است، همین مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. برای چه الحال من همین ببین همین تحاوی را برای چی صفت کردم؟ همین حضرت اول در مذهب امام شافعی بود، گشت از مذهب امام شافعی و مذهب امام ابو حنیفه. در برابر یک شبه عبادت حضرت امام ابو حنیفه ایستادگری کردن نمیتونیم و خودمان به خدا قسم خجالت میشماریم که حضرت چه عبادت های زیبا کردن، چه غمخواری ها کردن. آیا کتاب دارم، پیرو سنت نام کتاب است. حضرت امام ابو حنیفه را سخنش میارد که حضرت امام ابو حنیفه گفته لعنت بر آن کسی که در فتوای خود
آیت و حدیث دلیل نمی کند. ببینین حضرت امام ابو حنیفه لعنت بر آن کسی، لعنت خدا بر آن کسی که در حالت فتوا دادن آیت و حدیث استفاده نمی برد. معنا چی است؟ معنا این است که همه آن چیزی که حضرت برای ما و شما تیار کرده گذاشتن همگیش معنای آیت و احادیث رسول اکرم است. دادرای عزیز، پیرو مذهب باشید، از مذهب اصلا بیرون نشوید، اصلا بیرون نشوید. از مذهب کسانی بیرون شوند که مجتهدند، علم دارند، تمام سیحای سیطه را از یاد میدانند، تفسیر از یاد میدانند، هم قرآن حافظ قرآنند. همین مجتهدایی که وجود دارند همش هم حافظ قرآنند، هم سیحای سیطه را صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، ترمذی، همه اینا حفظ میدانستند. ولی شما را ما پرسیم یک متن حدیث نمیدونی، یک متن حدیث اکا همه تا در نظر ندارم، انشاءالله اینجا هست بچه های بفهم. اکثریت شما یک پاره قرآن از یاد نمیدونید، قرآن خوانده نمیتونید. بازم این چی میخواهیم؟ از این مذهب برای ما مذهب دیگر. چرا برای مذهب دیگر میدروید؟ این مذهب امام ابو حنیفه را یک بزرگی دیگرش همین از دادار عزیز، این نشانه آرامی در همین جمهوری ما و شما هست. باور کنین داداران، نشانه آرامی الحمدلله امروز در تاجیکستان ما آرامی حکم فرماست. به قدر آرامی حالی شما زمانی میرسین که وقتی دواده و پراپر و پران میبینید. دیدیم که واقع احواتان چگونه بود، عبادتان چگونه بود، فهمیشتان چگونه بود. یک شب 2 ساعت سوید ندهد چقدر نارامین، یک ساعت آب ندهد اینقدر شما بی‌ضابطه میشین، قوت اینقدر کشاکش شما ندارید. و این خاطر من همه شما را دادار عزیز، نصیحتی من به خدا قسم از تحت دل برای شما میگویم، مذهب این رویشی که حضرت امام ابو حنیفه ما و شما داریم همگیش معنای آیات و احادیث رسول اکرم است. خود حضرت گفتند مذهب من حدیث صحیح است. خود حضرت گفتند اگر سخن من در کتاب خدا احادیث رسول اکرم نیافتید به دیوار زده پرچه پرچه کنید. از این خاطر ما پیرو مذهب هستیم. ما همین مذهبی که برای خود اختیار کردیم هیچ نقص و کمبودیش ندیدیم. فریفته نشین دادار عزیز، فریفته نشوین. چیزی برای شما لازم است از کدام مسئله نباشد از من پرسین، از غیر من پرسین، برای شما جواب ها وجود دارد، جواب میگوییم. لیکن به خاطر همین آرامی که داریم بهترین نعمت است به خدا، از دست ندهیم. هر گونه جریان ها امروز برآمدند، هر گونه، شیعه هم هست، تحریرش هم هست، نصرانیش هم هست، زردشتیش هم هست، احمدیهش هم هست. ببین چی خوبی میارن امینا، چی خوبی میارن. اگر ما در همین مذهبی خودمان رفتن گیریم، آن چیزی که من برای شما میگویم، من آدم مذهبی تا امروز بین شما شاید 6 سال یا 7 سال شد موعظه میکنم. تن یکی از شما بلند شوین گوین که حاجی در همونجا فلانجا تو نادرست بیان کردی. ما میتونیم با طریق مذهب در اسلام هم خدمت کردن بگیریم، هیچ جای غلطش نیست داره. در مذهب بودن این نشانه یگان نادانی و نافهمی شما را نشان نمیده. به خاطر آرامی همیشه دعا کنید خدا این آرامی را از بالای ما و شما دور نکنه، زیرا ما قوت اینها را نداریم داره. بسیار چیزهای خوب از دست ما و شما میرن. ولی امروز اینا برادرها داریم که آمین بلند میگن، دستای بالای سینه دارن، خواب پاهای در کشاد دارن، که در برابر همین مردم چی در کار همین عمل ها چی حاجت است؟
من دانم که شما به گفتن ترک آمین گناهگار میشین. این میکروفون به خدا قسم هیچ وقت صداش خاموش نمیماند. من برای شما میگم که هم از آمین بلند یکی گناهگار میشین، یکی میدانم گناهگار نمیشین. آمین بلند منم گفتم. مقصد چی گفتم؟ سنت است. در سنت بودن من هیچ شک ندارم، لیکن به معنای آن که نگفتنش هم سنت است، پس گفتنش هم سنت است و اختلاف و نافهمی ها را در بین ما و شما پیدا نمیکند. به همین خاطر من میگم ترکش کنیم برادر عزیز. اینجا یک برادر دیگر، دو برادر از دوشنبه مهمان آمدن از من یک سوال دیگر کردن که السلام علیکم داملای محترم، بزنم گفتم که اگر تو را خانه پدر و مادرت برم تو به من یک طلاق، آیا راه دارد که او را خانه پدرش برم؟ خیلی همین قدرت نداری؟ یا همین چی حاجت است که اگر تو را من خانه پدرت برم تو یک طلاق؟ چی حاجت است؟ تو گناهگار میکنی خودت. خانه پدر مادر رفتن این زن در کار و لازم است و در اسلام نه آمده است یگان عباره و یگان آیت قرآن و یگان احادیث رسول اکرم که وقتی که زنهای شما شوهر کردن خانه پدر مادر نبرینشان، نه آمده است این. ویم پدر است ویم مادر است. برعکس شما توانین بعضا میان که دعای پدر و مادر تانم میگیرین، دعای خسور و خوشتامن هم بگیرین. ویم کلان سالای شما هستن. به این خاطر راهش این است دادر عزیز، اگر گفته باشی که اگر خانه پدر و مادرت برم یک طلاقی، یکم اینه که وقتی که اگر بردی یک طلاق می شود، باز نکاح کده میگیری. دویم صورتش این است که خودت نمیبری، دیگر آدم میگه خانه پدر و مادرش میبرد، طلاق نمی شود. زیرا که تو در سخنرانی گفتی که اگر خانه پدر و مادرت برم تو یک طلاق. مقصد تو نبرش، دیگر آدم بگو یک آدم نزدیک، یک آدم محرم همونه گرفته برای خانه پدر و مادرش، طلاق نمی شود. اگر تو بریش طلاق می شود. شرطش همین است. خب السلام علیکم داملای عزیز، یک مسئله بسیار مهم هست. ما از دوشنبه آمدیم همین جمعه جواب گوییم. یک ظرف شیشگی را از مغازه در وقتی به دست گرفتن و تماشا کردن ناگهان از دستم افتید و شکست و مبلغ این ظرف 300 سامانی بود. او مرا تاواندار کرد. باز او حاجی است. این درست است یا نه؟ این برادر کدام دکانی در آمده است؟ کدام برادر حاجی سوداگر بوده است؟ اینا از دوشنبه بچه آمدگی هستند، سوال داده ایستادند. مقصد این مبلغ 300 سامان خیلی مبلغ کلان است. از دست من ناگهان افتید، شکست، ما را تاواندار کرد. همینجا حق جانب کیست؟ برادر عزیز و گرامی، اگر همین ظرفی که شما در دست گرفتین و از دست شما افتید، اگر با ریزاگی خود اگر دکاندار گرفته باشید شما تاوان نمیتین. اگر اجازت از دکاندار گرفته باشین که ممکن است همین ما یک نظر کنم، اگر گوید ممکن است تو برداشتی و از دست تو افتید و شکست، اینجا اسلام تو را تاواندار نمیکند. لیکن اگر نپرسیده تو برداشته و اگر تماشا کردی و افتید، اینجا تو تاوان میدی. چند مبلغی باشد اون به ذمه توست. زیرا به اجازت نزدیک شدن به مال یک آدم درست نیست. حاجی درست کرده 300 سوم برده تیه دستش. دویم، اگر باشد که به اجازت گرفته باشی، ورقهای قرآن را که تماما خواندنشان ناممکن است، چی باید کرد؟ بعضی ورقهای قرآنی هست که مقصد ریختگی هستند، دیگر هیچ خواندن نمی شود، مقصد پوسیدگی هستند. اینها را در
کتابهای مسئله میارد که مثل قبر کنین، مثلا میدهک میکنین مقدار همون چقدر کاغذی که هست، حتی لحد هم کنید میگوید، برای خاطر احترام این ورقهای قرآن. و در همونجا میگه گذارید زیر خاکش کنید، نه سوزانید که گناهگار میشوید. سوزاندن جایز نیست، فقط گرانید، این حالت در شما ثواب میگیرید. سوم، مسئله ریختن خون از کافر رو در مسلمان، یا از مرد رو در زن یا زن رو در مرد چخیل است؟ درست است؟ خون آدم کافر در مسلمان میریزن یا از مسلمان در کافر میریزن، یا خون مرد در زن یا زن در مرد میریزن. ولی خون ریزی هست که واقع در بیمارخانه وقتی که همین خدا رحمت کند محمد شفیع رحمت الله علیه همین یک بار چشمم افقیدگی بود در فتاوای محمودی میارد که ضرورت باشد درست است. مثلا ضرورتش همین است که وقتی که ما احتیاج به خون داریم و خون ما به خون همون آدم کافر است یا به زن است، خواه محرم است خواه غیر محرم است، وقتی با خون همون اگر موافق باشد ریزن باکی ندارد، هیچ زلال زیان ندارد. لیکن اینجا یک نازکی دارد، آدمی که خون میدهد قیمت خون گرفتن حرام است. امروز اکنون ضرورت است در بیمارخانه که میفروشند، اونا ضرورتن، اونا مبلغ هم گیرن میلش. لیکن وقتی من برای یک برادر خون حاجت میشود و برده 100 گرم یا 200 گرم خون ما 10 سامان یا 20 سامان میدم، همین سوم برای من حرام است، زیرا خون خودش حرام است، پیدایش پولی هم حرام است. انا این مسئله هم شما فراموش نکنید. کمک میکنید یک برادر را با خونتان میلش به مبلغ یاردمش کنید، جایز است. خب چهارم سوالشان، از بدن حیوان چی چیز حرام است؟ حیوانهای حلال، این حیوانهایی که میخوریم، مثال گوشت اونها را چه از گوشت گاو باشد چه از گوشت گوسفند باشد، خب از بدن همینها چی چیزها حرام هستند؟ یکم اگر یادتان باشد من یک بار از کتاب مسئله فتاوای عالمگیریه برای شما اینو گفته بودم، شاید یادتان نمانده باشد که وقت گذشت. یکم خونی مک، خونی که در حالت گردن حیوان میبرند، همون خونی که از بدن او میپرد در بدن هم زند به نماز است، خوردنش هم چه هست؟ خوردنش هم حرام است. خونی مک، غیر خونی مک وقتی که ما گوشت ریزه میکنیم، دیگر خونهایی که از او در بدن ما میپرد، اما اون خون بدن ما را بی نماز نمیکند، لیکن خونی مک بی نماز میکند. دوم چیزی که حرام است آلت تناسلی است. خب نرینه باشد گاو آلتی او را خوردن، اگر ماده هم باشد گاو آلت تناسلی گاوی مادر هم خوردن حرام. سه، یکم خونی مک است، دویم آلت تناسلی از مثال حیوانی نر، سوم از حیوانی مادر خوردن، چهارم خب تخمهای از حیوانی نر مایه میگه ما و شما، اونها را خوردن از جمله مکروه تحریمی است. در بازارها ولی فرمایش میکنم با بعضی آدما که برای ما جمع کن، میخرد میبرد میخورد، نمیدونیم به خاطر چی هست. بعضی ها میگویند که مرد را بسیار به قوت میکند، او خدا که به قوت نکنه به خوردن او تو چی قوت میگیری؟ عجیب آدمای ساده هستیم.
اینقدر گوشت حلال ماندگی، دل جگری او ماندگی، آخی گوشت های زیبای وجود او ماندگی، آخی عسل، این گوشت مرغ و هزارها نمود چیزهای هست که آدم قوت میبخشد. اینا را در کتاب مکروه تحریمی میگویند، حرام است. خب دیگر مسانه میگویند، شاشدان، جایی که پیشاب جمع می شود، خچک میگیم ما و شما، اونش هم حرام است. دیگر تلخه حیوان هم خوردن حرام است. دیگر غدک میگیم، غدک هایی که در حیوان است، اینها از جمله حرام کرده ها هستند. اینها در نزدیک نشویم. دیگر آنچه که در او هست خورینی چی باقی ندارد. السلام علیکم اکی حاجی مرزا، ما یک جوره داریم. اینجا یک سوال درباره همین بعضی بچه هایی که مثلا بیراگردی میکنن، درباره همونها هم یکان صحبتی داشته باشیم که گویم هم صاحب نمازن و هم صاحب همین مسجد می آین و هم موعظه گوش میکنن. در برابر این باز به دخترهای مردم داده گریفت دارن. حاجی گفته باز تاکید کردن که ما در اطراف این چند بارها صحبت کردیم. دادرای عزیز گفتیم از این کار بدم دور ایستید. این یگان شأن و شرف نیست، این یگان بزرگی شما را نشان میدهد. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من یک نفر از مخلصان دائمی شما شکر الله میکنم که چنین عالمی با عمل در منطقه کلاب و ما عطا کرد و من یک مشکلات مهمی پیش آمده است. تنها خداوند بزرگ این مشکلاتی من را آسان میگرداند. این روز که روز اجابت دعا هست، التماس با همراهی قوم دعا کنید که الله مهربان مرا از این مشکلات خلاص گرداند. خداوند دائما نگهبان شما باد. با احترام مخلصی دائمی شما، خدای مهربان. مشکلات این بنده ای که از این قوم دعا خواستند، خداوند مشکلات چه رفت بگردانی و دور بگردانی و همه کاراش در خدا کشایش نصیب گردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم اکی حاجی مرزا، بعد السلام، صحتی و سلامتی شما را خواهانم. از شما خواهش میکنم که با سوالهای من با پرروی جواب گویید. میگویند که گلستروک بستن ممکن نیست، عقیده شما در این باره چیست؟ این جایز است دادرای عزیز؟ کدامید گلستروک میبندی، کدامید نمیبندی؟ با گلستروک نماز میخوانی، بی گلستروک نماز میخوانی، عبادت در پیش خدا قبول است. این گلستروک داختن، این مثال گلستروک استفاده بردن، این اگان نشانه گناه نیست دادرای عزیز. و نمیدونم به خاطر چی همین بسیار در بسیار جایها میگویند که با گلستروک نماز نخوانی. این چی سبب دارد هیچ کس نمیداند. بعضی ها میگویند که گویا که این توق لعنت باشد، حالا که کسی نمیداند که توق لعنت چه خیل بود. این توق لعنت چیزی نیست برادر عزیز. این توق لعنت یگان بند و یگان چیزی نبود که در گردن شیطان زده باشد. توق لعنت معنای رانده شدن او از جمعیت ملائک بود، از آسمان بود. رانده شدن او را معنی میدهد. اون یگان چیز در گردن شیطان آمده در آمدگی نیست. به این خاطر گلستروک انداختن هم این یکی از زیباگی است. زیبا است آدم وقتی گلستروک استفاده میبرد، این هم یکی از لباس های زیبا و به شمار میرود. به این خاطر گلستروک شد داختن گیرد، با که ندارد. سلام داملای شیرین سخن حاجی مرزا، با سوال من جواب گویید. امید آخری من شما هستید. من یک نفر زن همگی 19 سال دارم.
بسیار در عذابم. پدر من 10 ماه می شود که با من قهری است. برای گوش کردن امر معروف مرا گفت که از خانه برآمده رو با این کسی تحاید. من باشم سطر کردم، از سطر من ناریضا هست، کی گناهگار است، کی گناهگار است. در آخر در حق من دعا کنید که پدری ناریضای من از من رضا شود، در نمازهای جمعه شما اشتراک دارد. ای خدا خیرش دهد این پدر. اینجا می آید خودش امر معروف گوش میکند، برای خودش درست، برای دخترش امر معروف گوش کند. چی جای نادرستی است؟ اگر دختری او روی مال اندازد و دختری او بدنش برای مردهای بیگانه نمایان نکند، چی جای گناه است؟ من حیران میشم در این خیل. در همین خیل عمل آدم نمیدونی باور که چی جواب گویی. وقتی که خودی وی نماز میخواند، وقتی خودی وی مسجد میآید، وقتی که این دعوای مسلمانی و ایمانی دارد، این جای تعجب است. باور کنید حیرت میشد انسان که انسان رو نگذاریم که کسی تا گوش کند که بر او امر معروف است. گوش اندازیم، چه بچه ها ما باشد، چه دختر ها ما باشد، هر چیزی که باشد برای فایده جان ما و شما، هر چیزی باشد برای فایده آخرت ما و شما اونها را استفاده برین. هیچ وقت از این قفامانی نکنید. پدر گناهگار است البته، خدا قدری بلندش داده است، شرف بلندش داده است، لیکن خواهر عزیز شما احترام از او کنده نکنید. شما احترامش کنید به خاطر پدر بودن، لیکن از کسی تا گوش کردن هیچ وقت دور نیستید، یا از روی مال انداختن، بدنتان نمایان نکردن هیچ وقت دور نیستید. همیشه با ستر و با حجاب باشید.